فتوت دلیلی سعادت بود، از او زندگی را حلاوت بود. تو را پاکی و هوشمندی دهد، جوان مردی و سربلندی دهد. افتتاحی سخنان به که کنند اهل کمال، به ثنای ملک الملک خدای متعال. بحمدالله که دیگر بار روی دوستان دیدم. چو بلبل می کنم مستی که باغ و بوستان دیدم. من آن مرغی خوش الحانم که بیرون از قفس خود را به اقبال بهار من ز تشویش خزان دیدم. السلام علیکم مخلصان همیشگی برنامه های شرکت تلویزیون و رادیوی آزیا. اینک در این لحظه ها چون همیشه روز دوشنبه برنامه فرهنگی فتوت خدمتگزار شمایان است. چنانه که از افتتاح غزل شیخ خواجه کمال خجندی پی بردید، شیخ بزرگوار دیدار دوستان را به بهار نازنین مانند می کنند. از این خاطر فرارسی فصل بهار نازنین را به یکایشی که شما مبارکباد می کنیم. همیشه دیارمان آباد و روشن و همیشه بهار باشد. همکاران برنامه فرهنگی فتوت، مکتب رستموف در شهر خجند و مغازه ایمپولس می باشند. دوستان ارجمند، مخلصان همیشگی برنامه فرهنگی فتوت، در آغاز ماه مرد ما برای شمایان معرفی کردن بوستان شیخ سعدی را آغاز کرده بودیم. آن هم باشد موافق نوشته نثری دکتر عبدالمنان نصرالدین با نام داستان‌های دلانگیز از بوستان شیخ سعدی است. از آن جهت که هفته سپری مادران بزرگوار ما، خواهرکان ارجمند ما یک جشن بهار خاص خود را داشتند، چون رمز احترام دیگر، چون رمز مقدسات مادران غمخوار ما از جانب برنامه فرهنگی فتوت، در این موضوع و در این بابت حکایتی را از بوستان شیخ سعدی برای شما قرائت کردنی هستیم. جوان سر از رأی مادر بتافت، دلی دردمندش به آذر بتافت. شیخ سعدی میگویند که جوانی بود اما مادرش را آزار داد. دل آزرده بیچاره مادر باز آزرده تر گردید. با خوی و خصلت و رفتار و با سخن ناجایی خود مادر مهربانش را آزار داد.
چو بیچاره شد پیشش آورد مهد که ای سوست مهری فراموش عهد. مادر دید که فرزندش فراموش خاطر است. شما میگویید چرا فراموش کرده است؟ بله، گهواره را فراموش کرده است. مادر گرفت گهواره را به نزد فرزندش آورد. نه در مهد نیروی حالت نبود، مگس راندن از خود مجالت نبود. ای فرزند جان، فراموش نکن روزهایی بود که در همین گهواره میخوابیدی، تفلک بودی، من تو را نوازش میکردم. حتی توانایی و قوه مگس را از خود پیش کردن نداشتی. تو آنی کزان یک مگس رنجه‌ای که امروز سالار و سرپنجه‌ای. از نشست یک مگس پشه بر رویت بر چهرت آزار میافتی. اکنون امروز سرپنجه و شیرپنجه شدی، فراموش کردی مهد خود را. به حال شوی باز در قعر گور که نتوانی از خویشتن دفع مور. اما بچه جان، فراموش نکن کار با گهواره تمام نمی شود. باز به جای می افتی که در اونجا نیز مجالی از خودت مورچه را راندن نداری که آن را قبر می گویند. دیگر دیده چون برفروزد چراغ، چو کرمی لحد خورد پیه دماغ. روزی می شود که همان کرمی لحد حتی این مغز سری تو را نیز خورده نابود می کند. دوستان ارجمند، حکایت را بار دیگر برایتان می خوانم. اینک خاصتا خوانندگان ارجمند ما که در مکتب تحصیل می کنند بیشتر توجه کرده باشند. جوان سر از رأی مادر بتافت، دلی دردمندش به آذر بتافت. چو بیچاره شد پیشش آورد مهد که ای سوست مهری فراموش عهد. نه در مهد نیروی حالت نبود، مگس راندن از خود مجالت نبود. تو آنی کزان یک مگس رنجه‌ای که امروز سالار و سرپنجه‌ای. به حال شوی باز در قعر گور که نتوانی از خویشتن دفع مور. دیگر دیده چون برفروزد چراغ، چو کرمی لحد خورد پیه دماغ. دوستان ارجمند، اکثر حال می شود که مردم در بابت قدر والدین و بالخصوص در بابت احترام و مقام مادر و نهایتا زن خواهرکان ما می پرسند. ما امیدوار هستیم که بینندگان ذکی ما، اهل فراسات ما درست می فهمند. مادر را انتخاب کرده نمی شود چنانی که همسر را انتخاب می کنند. مادر را نیز عوض کرده نمی شود. مادر را جواب داده نمی شود چنانی که همسر را. مادر یگانه است، اما وای بر حال آنانی که قدر مادر را فراموش کردند، مادر را فراموش کردند و عائلهشان در نزدشان چنان مقامی پیدا کرده است که سخنان مادر را گوش نمیدهند. البته نباید نیز مادر از این فرصت استفاده کند. خوشبخت آنی است که مادری خردمند دارد، مادری اهل معرفت دارد، مادری باسواد دارد، چون که مادران در تربیه فرزندان همیشه نقش بزرگ بازیدند.
با مادر خویش مهربان باش، آماده خدمتش بجان باش. با چشم ادب نگر پدر را، و از گفته او مپیچ سر را. اگر در یاد داشته باشید، دانشمندان معتبر ما این حدیث را زیاد می آورند که وقتی که مادر کهنسالی را جوان به زیارت کعبه برد و آورد و نزد رسول اکرم گفت من توانستم که خدمت با نر را به انجام رسانم، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند نه، حتی خدمت تو برابر آن یک شبه رنج مادر که در سر گهواره تو داشت برابری نمی کند. یک شبه آن رنج که مادر کشید، با دو جهانش نتوان برکشید. یک حرف و دو حرف بر زبانم، الفاظ نهاد و گفتن آموخت. با مادر خویش مهربان باش، آماده خدمتش بجان باش. با چشم ادب نگر پدر را، و از گفته او مپیچ سر را. پدر را عقل دان و نفس مادر، میازار این دو هر دو را برادر. دوستان ارجمند، در قدر و منزلت مادر در قصص النبیین حکایت معروف است. حضرت موسی علیه السلام را خداوند کریم خطاب کرد: ای موسی پیامبر من، بدان که فلان قصاب با تو در جنت خواهد بود. حضرت موسی علیه السلام تعجب کردند و گفتند خداوندا، قصاب چگونه؟ به سبب کدام عمل با من در جنت خواهد بود؟ اگر که اجازه فرمایی من از حالش مراقبه کنم. وقتی که خداوند کریم اجازه می دهد، موسی علیه السلام آن قصاب را می یابد، به نزد دکانش می رود. آن جوان قصاب نمی دانست که این موسی پیامبر است، نمی شناخت. موسی علیه السلام خود را مسافر معرفی می کند و می گوید من می توانم که شب در خانه تو باز مانم؟ جوان خود حال رفتنش شده بود، دکان را محکم می کند، مهمان را با خود به خانه می برد. موسی علیه السلام را ضیافت می دهد، مهمانداری می کند، اما در نزدش نمی نشست. پیامبر خدا تعجب می کند و اون جوان را دعوت می کند و می گوید که ای جوان، برادر عزیز، در نزدم بنشین، صحبت کنیم. چونکه تماشابینان ارجمند، موسی علیه السلام از حال جوان باخبر باید می شد. به چی خاطر خداوند کریم جنت را چون مکافات برای او عطا می کرده است. اما جوان می گوید که مهمان ارجمند، خودت را مثل در خانه خیش حساب کن. من مادر کهنسال دارم، من همه لحظه در خدمت او قرار دارم، عذر مرا قبول بفرما. موسی علیه السلام تعجب کرد و حیران شد. گفت من می توانم که آن مادرت را عیادت کنم؟ چون از مادر اجازه بپرسید، مهمان را آن جوان به نزد مادر گران در آمد. موسی علیه السلام دید که مادر چنان کهنسال بود که خردتر شده مانده بود، اما مجالی راه گشتن و خیستن نداشت. خواب بود در بستر خیش. موسی علیه السلام گفت مادر جان، من مهمان شما هستم، خواستم که شما را عیادت کنم. اما مادر گفت او نیز نمیدانست که این موسی علیه السلام است. پسر جانم، تو مسافر هستی، در حق همین فرزند عزیز و دلبندم دعا کن، چون که دعای مسافر قبول است.
بگذار خداوند کریم به خاطر خدمتهایش که به من می کند در جنت همراه موسی علیه السلام گرداند. موسی گفت مادر جان، منم موسی. خداوند برای من خطاب کرد که فلان قصاب با تو در جنت خواهد بود. من اکنون فهمیدم که به خاطر چی این جنت را دریافته است. مادر جان شاد باشید، دعای شما را خداوند قبول کرده است. صد جان و دل فدایی یک مدعای مادر. فتح و کشایش آورد دستی دعای مادر. بشنید گر صدایم دنیای سخت گوشان. انگیزه است شاید از الله های مادر. من یک نفس نباشم بی یاد ذات قدسش. از سر سپردگانم جانم فدای مادر. از ثروت و ز شهرت گر بر فلک زنم سر. تعظیم می کنم باز در پیش پای مادر. خیره بر آن کسانم کز خویشتن رضایند. یک بار ناشنیده حرفی رضای مادر. غمخوار و غم شریکان از موی سر زیادند. اما بر روز سختی خالی است جای مادر. گر شاعران عالم یک جامده گویند. یک بیت هم نه ارزد اندر ثنای مادر. صد جان و دل فدایی یک مدعای مادر. فتح و کشایش آورد دستی دعای مادر. طالبان برنامه فرهنگی فتوت در این لحظه ها حدیثی از جناب رسول اکرم صلوات الله علیه به یادم می رسد. چیزی با می گویند که خیرکم لنسائه و لبناته. ای مردان، شما میدانید که بهترین از شمایان کیست؟ ای مردان، شما میدانید که بهترین شما کیست؟ بهترین شما آن است که با زنان و دختران خویش در مناسبت خوب باشد. هر مردی که با همسرش با دخترش در مناسبت خوب باشد او مرد بهترین است. در این لحظه ها باز از کتب صحیح چیز دیگر به یادم می رسد. مثلا وقتی که پیامبر با حضرت عایشه مادرمان همسرشان می نشستند، اگر که رسول اکرم طعام نمی خوردند، حضرت عایشه دست خود را به دست شوهرشان پیامبر اکرم می ماندند، می گذاشتند و می گفتند ای رسول خدا، تا وقتی که طعام نخورید من هم نمی خورم. این محبت حقیقی است. مولانا جلال الدین رومی چیزی با می گویند از محبت تلخ ها شیرین شود، از محبت میزها زرین شود، از محبت دردها شافی شود، از محبت دردها صافی شود. از محبت شاه بنده می کنند، از محبت مرده زنده می کنند. همکاران برنامه فرهنگی فتوت طریق شرکت تلویزیون و رادیوی آزیا، مکتب رستاموف و مغازه ایمپولس می باشند. دوستان ارجمند، در این لحظه ها با اعزاز و احترام مادران و خواهرکان ما
این شماره برنامه ما به پایان می رسد. با تمنای سعادت جاویدانی بر شما، با تمنای آنی که همیشه مادران و خواهران و بانوان تاجیک همیشه سربلند و سعادتمند باشند، به شما ما میگویم ای بار خدا به حق هستی 6 چیز به ما عطا فرستی: ایمان و امان و تندرستی، علم و عمل و فراخ دستی.